آیا یک رابطه باز میتونه زندگی زناشویی که سرد شده رو نجات بده یا اینکه فقط بنزینی روی آتیش؟ امروز رفتیم سراغ فیلم اوپن مریج، داستان زوجی که فکر میکردن با تنوع دادن به رابطهشون میتونن مشکلاتشون رو حل کنن، اما نمیدونستن که وارد یک بازی مرگبار شدن که تهش نه عشق موندگاره و نه اعتماد. اگر میخواید بدونید چطور یک پیشنهاد وسوسه انگیز به یک کابوس وحشتناک تبدیل شد، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. داستان با بکا و ران شروع میشه. اونا عاشق همدیگن اما زندگیشون رو ابرا نیست. ران کارشو از دست داده و بکا داره دو شیفت کار میکنه تا چرخ زندگی به چرخه. از اون طرف اونا دیوانه‌وار دنبال بچه دار شدنن، اما هر بار شکست میخورن. بکا که خسته شده از ران میخواد آزمایش بده تا ببینن مشکل از کجاست. در اوج این فشارها اونا به خونه دوستای قدیمی و پولدارشون مکس و میندی دعوت میشن. وسط بگو و بخند کنار استخر یهو میندی یه سوال خیلی خصوصی میپرسه: رابطه جنسیتون چطوره؟ به کاران به دروغ میگن عالیه، اما میندی بمب خبری رو منفجر میکنه: ما رابطمون رو باز کردیم، یعنی هر کدوممون میتونیم با آدمای دیگه هم باشیم، به شرطی که قوانین رو رعایت کنیم. به کاران اولش گارد میگیرن، اما اون شب حرفای میندی بد جور تو گوششون زنگ میزنه. همین باعث میشه بعد از 3 ماه رابطهشون دوباره گرم بشه. بکا که کنجکاو شده موضوع رو با همکارش در میون میذاره و اون هم تشویقش میکنه که این کار میتونه هیجان رو به زندگیشون برگردونه. بالاخره اونا تصمیم میگیرن امتحانش کنن، اما قبل از شروع ران یه راز بزرگ رو از بکا مخفی میکنه. جواب آزمایشش اومده و اون متوجه شده که تقریبا ناباروره و فقط 1% شانس داره، اما به جای گفتن حقیقت ترجیح میده وارد بازی رابطه باز بشه. اولین شب تعویض زوجها خوب پیش میره، اما ماجرا موقعی دارک میشه که مکس و میندی اونا رو به یک کلوب زیرزمینی مخفی میبرن. اونجا ران جذب یک زن قرمزپوش میشه و در نهایت اونا به صورت زبدری با هم وارد رابطه میشن. صبح روز بعد ران با یه حس بد بیدار میشه. اون میبینه مکس و بکا در یک اتاق خصوصی دیگه با هم خوابیدن، در حالی که قرار بود همه پیش هم باشن. ران که ترسیده و پشیمونه میخواد بازی رو تمام کنه. طبق قانون اگه یکی نخواد بازی تمامه، اما میندی با خونسرده میگه نگران نباش، ران خودش برمیگرده. از اینجا به بعد فیلم تبدیل به یه تریلر روانشناختی میشه. ران که عذاب وجدان داره اعتراف میکنه که مشکل ناباروری از طرف اون بوده. بکا از این مخفی کاری شوکه میشه و با قهر خونه رو ترک میکنه. اما وقتی ران تنها میشه یه بیبی چک مثبت توی سطل آشغال پیدا میکنه. حالا سوال بزرگ اینه: پدر این بچه کیه؟ ران یا مکس؟ اتفاقات عجیبی شروع میشه. یک ماشین مشکی مرموز مدام بکا رو تعقیب میکنه. گل‌های ناشناس به در خونه میرسه و حتی یک کالکسکه بچه به عنوان هدیه فرستاده میشه. هیچکس نمیدونه کی داره اونا رو دید میزنه. در یک شب طوفانی همه چیز لو میره. عکس‌های مخفیانه ران با زن قرمزپوش و بکا با مکس برای همشون ایمیل میشه و زندگی شغلی و شخصیشون از هم میپاشه. اما حقیقت خیلی ترسناکتر از خیانت ساده است. بکا وقتی به خونه برمیگرده ران رو میبینه که به تخت بسته شده و اون کسی که پشت همه این بازیاست کسی نیست جز میندی. میندی که ماسک سفید به صورت داره اعتراف میکنه که تمام این مدت اونا رو تعقیب میکرده. اما انگیزه اون چی بوده؟ عشق به ران؟ نه. میندی دچار یک اختلال روانی شدیده. اون عاشق ران نیست، اون عاشق بکا و زندگی بکاست. اون میخواسته دقیقاً تبدیل بشه به بکا، لباسهای اون رو بپوشه و حتی شوهر و بچهش رو مال خودش کنه. اون یه بیمار وابسته است که میخواسته با بکا یکی بشه. اما پایان در یک سکانس پر از استرس، بکا با هوشمندی نقش بازی میکنه که میندی همراهه. اون میندی رو گول میزنه تا دستهای ران رو باز کنه و در یک لحظه طلایی با یه ضربه سنگین به سر به این کابوس پایان میده. آخر فیلم بکا و ران رو میبینیم که جواب تست دی ان ای رو باز میکنن. بچه متعلق به رانه. اونا با یه تجربه وحشتناک یاد گرفتن که هیچ چیز ارزشمندتر از اعتماد و وفاداری توی رابطه نیست. یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب و لایک کنید و تا یه روز دیگه و یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.